توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که دلیل ضعف رهگیری سیستم دفاعی موشکی هوایی اسرائیل در عملیات وعده صادق 2 به چه دلیل بوده؟ آیا به دلیل ترکیب استفاده از موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک با سرعت خیلی بالا بوده و با تعداد بالا، یا به دلیل جنگ الکترونیک ایران بوده، یا به دلیل استفاده از بمب الکترومغناطیس؟ به نظرتون میشه از بمبی استفاده کرد یا از سلاحی استفاده کرد که قدرت سیستم رهگیری و دفاع هوایی طرف مقابل رو ضعیف کنه و اون حالت نرمال که رهگیری های خاص قبلیش رو توی وعده صادق 1 انجام داده توی وعده صادق 2 نتونه انجام بده؟ به نظرتون میشه از همچین بمبی استفاده کرد که باعث کشتار جمعی نشه، هیچ فردی آسیب نبینه و در عین حال سیستم های دفاعی و رهگیری طرف مقابل ضعیف بشه و از کار بیفته؟ در جواب میتونم بگم که بله، قطعا میشه بمبی رو شلیک کرد که به شکل‌های مختلف دیگه خسارت وارد میکنه و نیازی نیست به تلفات جمعی و مردمی و خسارت‌های مناطق مسکونی منجر بشه و هدفش فقط از کار انداختن و ضعیف کردن سیستم دفاعی و رهگیری طرف مقابل هستش که در نهایت منجر به این میشه که موشک‌ها و تسلیحاتی رو که ما برای دشمن در نظر گرفتیم و استفاده کردیم بتونه حد اکثر کارایی خودش رو داشته باشه و ضربه کامل رو به دشمن بزنه. در رژه اخیر ایران که در 31 شهریور ماه 1403 انجام شد، ایران از یه سری سلاح‌ها و تسلیحات جدید خودش رونمایی کرد. همونطور که میدونید هر رژه‌ای که کشورهای مختلف انجام میدن همه سلاح‌هاشون رو معرفی نمی‌کنن. چرا؟ برای اینکه دشمن رو بتونن در مواقع اضطراری غافلگیر کنن، یعنی اون سطح اصلی و لبه تکنولوژی خودشون رو کامل به معرض نمایش قرار نمیدن و این دلیلش این هست که در موقع درگیری بتونن از اون سلاح‌های پیشرفته و رونمایی شده استفاده کنن تا از غافلگیری بیشتری بتونن بهره ببرن. البته این مورد فقط مختص ایران نیست، همه ارتش‌ها و کشورهای جهان این مورد رو انجام میدن و دلیلش هم این هست که اگر سلاحی رونمایی بشه قطعا دشمن سعی میکنه ضد اون سلاح رو بسازه که بتونه در مقابل اون سلاح جدید قدرت نمایی کنه و از خودش دفاع کنه. یک سری از کارشناسان بر این عقیده هستن که ایران در عملیات وعده صادق 2 از بمب الکترومغناطیس استفاده کرده که تونست همچین عملیات موفقی با درصد اصابت بالایی رو به ثمر برسونه. خب حالا میخوایم بمب الکترومغناطیس یا EMP رو مورد بررسی قرار بدیم. فرض کنید توی خونه خیلی راحت نشستید و در حال نگاه کردن تلویزیون هستید که یک دفعه برق میره، یا گوشی و لپتاپتون با اینکه شارژ دارن و مشکلی هم ندارن یک دفعه خاموش میشن. انگار یک دفعه همگی برگشتیم به قرنها پیش. خب این مسائل برای ما پیش میاد، ولی در پایگاه‌های نظامی اگر همچین اتفاقی بیفته ارتباطاتشون مثل بیسیمشون قطع میشه و همچنین ماشین‌ها، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی و رهگیری کاملا مختل میشن و اون کشور یه جورایی کاملا بی‌دفاع میشه. خب توی این عملیات اخیر به ظاهر یه همچین اتفاقی برای اسرائیل افتاده. ظاهراً زیرساخت‌های پدافندی اسرائیل یا کاملا فلج شدن یا خیلی تضعیف شدن، چون اصلا نتونستن قدرت مقابله خوبی از خودشون نشون بدن. خب حالا بریم بررسی کنیم ببینیم بمب الکترومغناطیس به چه صورت عمل میکنه. این سلاح مخوف وقتی که شلیک میشه و یک منطقه رو مورد هدف قرار میده
یک میدان مغناطیسی بزرگ رو خلق میکنه و همچنین پالس بزرگی از انرژی رو پخش میکنه. این پالس به هر سیستم الکترونیکی که سر راهش باشه نفوذ میکنه و اون رو مختل میکنه. از این بمب در 3 سطح میشه استفاده کرد. سطح اول مختل کردن دستگاه‌های الکترونیکی و ارتباطی. سطح 2 باعث از کار افتادن تمام دستگاهایی که با برق کار میکنن مثل کامپیوتر و دستگاهایی که داره مدار الکترونیکی هستن. هر کشوری که تحت تاثیر بمب الکترومغناطیسی قرار بگیره زیرساختهاش به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و سطح 3 هم نفوذ به دستگاهی هستش که کلا مدار الکترونیکی دارن. هر کشوری که مورد حمله بمب‌های الکترومغناطیسی قرار بگیره زیرساختهاش به شدت آسیب میبینه، ولی قدرت بمب‌های اتمی رو نداره و از همه مهمتر مرگبار نیست، فقط ارتباطات رو به کلی از بین میبره. جالبه بدونید که دانشمندان برای اولین بار در سال 1945 میلادی بعد از آزمایش اتمی ایالات متحده آمریکا متوجه میشن که پس از انفجار بمب هسته‌ای امواج الکترومغناطیس به وجود میاد و میتونه تمام مدارهای الکترونیکی رو از کار بندازه. کشورهایی که تا به امروز موفق به ساخت چنین بمبی شدن مثل روسیه، انگلستان، آمریکا و هند و 1-2 تا کشور دیگه هستن. خب البته در حال حاضر هم ممکنه ایران هم به این لیست اضافه شده باشه. یکی از مقامات سپاه اعلام کرده که در عملیات وعده صادق 2 یک عملیات وسیع سایبری در زمان شلیک موشک‌ها روی گنبد آهنین انجام شده. شایدم دلیلش این باشه. این عملیات وسیع سایبری راه رو برای اصابت موشک‌ها باز کرده. خیلی ها معتقدن که منظور مقامات سپاه از حمله سایبری همین بمب‌های الکترومغناطیسی بوده. قبلا هم آمریکا اعلام کرده بوده که ایران پروژه تولید بمب‌های الکترومغناطیس رو در دست داره، ولی خب تا به الان به صورت قطعی اعلام نشده که از عملیات سایبری کاملا استفاده شده یا از بمب الکترومغناطیس و این قضیه در حاله ای از ابهام قرار داره. حالا به نظر شما دوستان عزیز ایران از بمب الکترومغناطیس در وعده صادق 2 استفاده کرده یا عملیات سایبری؟ ممنون از همراهیتون. دوستان عزیز اگر از این سبک از ویدیوها لذت میبرید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به شما اطلاع رسانی بشه.